صفحه 285. با این حال حتی در آوونلی هم کشیش برنزمید نمی توانست عادت خود را در تبلیغ دین ترک کند. بدین ترتیب او حتی در خیابان‌های آوونلی با هوشیاری قدم می‌زد تا شاید بتواند افرادی را به سوی مذهب جذب کند. یک روز هنگامی که به همین منظور قدم می‌زد، متوجه صحنه عجیبی شد. در حالی که در امتداد خیابان راه می‌رفت، یک دفعه متوجه اضطراب و آشفتگی و سر و صدای مردم شد. آنها با دست به کسی اشاره می‌کردند که او نمی‌شناخت و همه برای پرهیز از برخورد با آن ناشناس از عرض خیابان رد می‌شدند. آن زن ظاهر و چهره عجیب و غریبی داشت. کشیش برنزمید کنجکاو شد. پسری آهسته گفت: نگاه کنید، جادوگر آوونلی دارد می آید. پسر در سایه فروشگاه لافسون پناه گرفت. کشیش همچنان به راه خود ادامه داد و مستقیم به طرف شخص عجیبی رفت که ساکنان آوونلی به شدت از او دوری می کردند. او کسی جز پگ بوئن نبود. شاید مشاهده افراد آدمخوار با لباسهای رنگارنگ و ظاهر عجیبشان باعث شده بود که کشیش از ظاهر پگ بوئن نترسد. او همچنان به راه خود ادامه داد. گویی هیچ چیز فوق‌العاده و عجیبی وجود نداشت. بالاخره تا ابتدای پل سرپوشیده رفت و آنجا به پگ بوئن برخورد کرد. پگ که از جسارت و ذکاوت مرد خوشش آمده بود مکسی کرد و مؤدبانه به او روز بخیر گفت. همین حرف برای کشیش کافی بود. او دچار تردید شد و بدون توجه به لباس و دامنهای روی هم پوشیده پگ و کلاه کهنش دستش را دراز کرد و گفت: روز بخیر خانم. آیا من قبلا سعادت آشنایی با شما را داشتم؟ با این سؤال متین پگ بادی در دماغ انداخت. در طول تاریخ جادوگران و مسیحیان همیشه با هم اختلاف داشتند و اغلب جادوگرها شکست خوردند. پگ با جوش و خروش گفت: نه، اما ممکن است درباره من چیزهایی شنیده باشید. من پگ بوئن هستم. کشیش برنزمید نمی توانست بگوید چیزی شنیده است. او برای جبران این مسئله با شور و حرارت با پگ دست داد و دوباره سرش را تکان داد، طوری که موهای خاکستریش نمایان شد. من از دیدن شما خیلی خوشحالم. من کشیش برنزمید هستم. امیدوارم یک شنبه این هفته در جمع آوونلی حاضر شوید تا بخش دوم سخنان مرا بشنوید. مدتی بسیار طولانی بود که کسی به پگ چنین پیشنهادی نداده بود و او را به جایی دعوت نکرده بود. ابروهای پگ بالا رفت، دهانش باز شد و چشمانش درخشید. در جواب گفت: کشیش، من به این جماعت تعلق ندارم. عضو کلیسا هم نیستم. شیطان در گوشه و کنارها کمین کرده و نباید دستش به من برسد. من در جنگل، در میان گلها و جانوران مزارع با خدا راز و نیاز می کنم. شکی نبود که کشیش برنزمید به برخورد با افرادی حتی عجیبتر از پگ عادت داشت. در مقایسه با فلسفه آدمخوارها، عقاید پگ بسیار معقول و منطقی و حتی دلنشین به نظر می رسید. به علاوه کشیش برنزمید هم کسی نبود که عبادت را محدود به حیطه کلیسا بداند. با این حال او معتقد بود که کلیسا فواید و مواهبی دارد که جنگل نمی تواند آنها را به پگ بدهد. او به خوبی می دانست که با افراد لجوج و سرسخت چطور برخورد کند. با مهربانی به پگ لبخند زد و گفت: خب، همه ما مخلوقات خدا هستیم، اما ما انسان هم هستیم و به دوستی و مساعدت یکدیگر نیاز داریم. جامعه آوونلی خوشحال می شود شما را در مراسم روز یک شنبه ببیند. خانم بوئن، لطفاً دعوت مرا بپذیرید و جواب مثبت بدهید. بسیاری از مردم آوونلی اگر اصرار و تعارف سخاوتمندانه کشیش خیرخواه را به آدم خشن و نااهلی چون پگ بوئن می‌شنیدند، در همان لحظه غش می‌کردند و از دنیا می‌رفتند. پگ به خوبی از این مسئله آگاه بود. بر روی چهره آفتاب سوختش نیشخند مرموزی نشست. البته این تنها یک نیشخند ساده و معمولی نبود. کشیش برنزمید هم به خوبی از خلق و خوی آدم‌ها مطلع بود. او از همان رفتار و روشی استفاده می‌کرد که سارا در مورد پیتر به کار برده بود.
زندگی آزادانه و انفرادی در اعماق جنگل همانطور که پگ انتخاب کرده بود دلپذیر بود. اما در شب‌های طولانی برف و بوران پگ حتماً با خود اندیشیده بود که تا چه اندازه به یک همصحبت نیاز دارد. در مواقعی حتی بی قید و بندترین آدم‌ها هم به محبت هم نوع نیاز دارند. پیش از اینکه پگ بتواند جوابی بدهد، پسر بچه‌ای سوار بر دوچرخه از روی تخته‌های ناهموار پل عبور کرد. در حالی که با سرعت می‌گذشت، با صدای بلند گفت: کشیش، مراقب باشید تا شما را سحر و جادو نکند. سپس موذیانه به پگ لبخند زد. پگ به پسرک نگاه تندی انداخت و بلافاصله مسئله انسانیت را که کشیش برنزمید سعی داشت به او القا کند در ذهن مرور کرد. سپس با ترش‌رویی گفت: آنها ممکن است از نوع آدمیزاد باشند، اما من به دوستی آنها چندان خوشبین نیستم. روز یکشنبه هفته بعد هم قرار بود کشیش برنزمید کانون توجه مردم در کلیسا باشد. قلب سارا در مزرعه گل سرخ به خاطر این مسئله با شور و هیجان می‌تپید. همچنان قصد داشت مرد کشیش را خوشحال کند. پیراهن زردش را که در قسمت‌های جلو تور و نوار داشت و در قسمت سرشانه‌ها تزیین شده بود برای مراسم آن روز انتخاب کرد. سارا با پوشیدن لباسش آنچنان به وجد آمد که در آینه به خودش لبخند زد. روی تخت پرید و با عجله از پله‌ها پایین آمد. وقتی به سرسرا رسید خود را سریع جمع و جور کرد. اطرافش را نگاه کرد. آن روز به خاطر مسئله دیگری هم هیجان زده بود. او مثل کشیش برنزمید بر یک آزادیخواه لجوج و سرسخت غلبه یافته بود و مزایای کلیسا رفتن را مورد توجه او قرار داده بود. در راه پله صدا زد: پیتر، آماده ای؟ ابتدا سکوتی طولانی حکم فرما شد. بعد پیتر با صدای نامفهوم گفت: من نمی آیم. سارا آزرده خاطر آهی کشید و لبش را گزید. برای متقاعد کردن پیتر 1 هفته کامل وقت گذاشته بود. حالا که به مراسم کلیسا نزدیک شده بودند، نمیخواست سعی و تلاشش بی نتیجه بماند. صدا زد: پیتر کریگ، همین الان بیا پایین. او اگر اراده می‌کرد می‌توانست به راحتی به دیگران امر و نهی و آنها را مجبور به اطاعت کند. پس از سکوتی کوتاه پیتر بالای راه پله ظاهر شد. چهره جوان او در هم گرفته بود. با ناراحتی گفت: من تنها کسی هستم که شلوار وصله دار دارم. سارا با قاطعیت به او اطمینان داد: خدا به این چیزها توجهی نمی کند. پیتر گفت: اما مردم آوونلی که توجه می کنند. در حقیقت مردم آوونلی خیلی بیشتر از خدا او را نگران می کردند. پیش از اینکه پیتر فرصت فرار پیدا کند، سارا خود را به او رساند و او را برانداز کرد. از آنجا که خاله هتی حاضر نشده بود برای پیتر لباس نو تهیه کند، سارا به این نتیجه رسیده بود که پیتر باید با همان لباسی که دارد بسازد. حالا حتی خود سارا هم با دیدن لباس نامناسب او جا خورد و گفت: جوراب‌هایت سوراخ شدند. جوراب دیگری نداری؟ بقیه جوراب‌هایم هم سوراخ هستند. با این حال سوراخ‌های یک جفت جوراب مسئله‌ای نبود که بتواند سارا را مغلوب کند. او پیتر را تا آنجا پیش برده بود و میبایست سریعاً چاره‌ای می‌اندیشید. خب، شاید اگر 2 جفت جوراب را روی هم بپوشی سوراخ‌هایش معلوم نشود. پیتر که ذکاوت و تیزهوشی سارا را می‌ستود، با تردید پرسید: به نظرت خنده‌دار نمی‌شود؟ سارا در جواب گفت: نه، فقط عجله کن. همین الان هم دیر کرده ایم. پیتر سلانه حرکت کرد. او لباس نو و مرتب سارا را با تور و یراق و دوخت تمیز و تزئینات آن دیده بود. سارا آنقدر زیبا شده بود که او به خوبی می‌دانست اگر بخواهد با آن لباس‌های مندرس و وصل پینه‌اش پشت سر سارا وارد کلیسا بشود، مثل آدم‌های حالو و نادان به نظر می‌رسد. سرش را پایین انداخت و با یکی از دکمه‌های پیراهنش بازی کرد. در واقع در آن لحظه پیتر چنان نسبت به اصل مسئله حضور در کلیسا مردد شده بود که سارا دریافت که اگر برای تقویت و حفظ روحیه او کاری نکند، او به طور کامل عقب نشینی می کند.
اگر مسئله پیتر با لباس حل می شد، سارا حاضر بود لباس شیک خود را عوض کند تا او احساس حقارت نکند. سارا در حالی که دوباره به طرف اتاق خود می رفت، پیتر را خاطر جمع کرد. پیتر، نگران نباش. لازم نیست به تنهایی بار این مسئله را به دوش بکشی. بیرون از خانه هتی و اولیویا سوار کالسکه با ناآرامی منتظر سارا بودند و مشکی مرتب سعی می کرد به سمت باغچه برود. اولیویا سعی می کرد سر مشکی را از گلهای هتی دور نگه دارد. در همین حال هتی با ناراحتی پرسید: پس این بچه ها چه کار می کنند؟ سارا، پیتر. در خانه باز شد و سارا و پیتر بیرون آمدند. پیش از اینکه پیتر و سارا از پله‌های ورودی پایین بیایند، لبخند روی لب‌های هتی ماسید. سارا استنلی. چی؟ تو عقلت را از دست داده ای؟ خبری از پیراهن زرد و موهای مجعد و آراسته سارا نبود. سارا لباس پشمی آبی رنگ ساده، جوراب‌های تیره و کفش‌های قهوه‌ای خود را پوشیده بود. در حقیقت او فقط در روزهای بارانی با این لباس به مدرسه می رفت. موهایش را محکم پشت سرش بافته بود و در چشمهای درشتش صداقت موج می زد. سعی کرده بود دوستیش را به صریح ترین شکل که به فکرش رسیده بود به پیتر نشان بدهد. با آرامش و در حالی که به طرف کالسکه حرکت می کرد گفت: خاله هتی، شما خودتان گفتید که ما به خاطر نشان دادن لباسهای شیک و مرتبمان به کلیسا نمی رویم. هتی در جواب این حرف منطقی چیزی برای گفتن نداشت. او حالا فقط می توانست با دهانی باز و اعتراضی که در میانه راه گلویش گیر کرده بود بنشیند و حرفی نزند. پس از چند لحظه دهانش را بست و با صدای بلند بینیش را بالا کشید. بالاخره با لحنی خشک به اولیویا گفت: اگر این دختر تصمیمی بگیرد دیگر هیچ کاری نمی شود کرد. خب، حالا دیگر نمی شود چیزی را تغییر داد. سارا و پیتر نگاهی پنهانی و حاکی از موفقیت با هم رد و بدل کردند و پشت سر خانم‌ها سوار کالسکه شدند. مشکی هم مجبور شد باغچه را رها کند و راه کلیسا را در پیش گیرد. صفحه 293 فصل 4. وقتی کالسکه مسافران مزرعه گل سرخ از راه رسید، افراد داخل کالسکه به سرعت پیاده شدند و با نظم و ترتیب به داخل کلیسا رفتند. کشیش لئونارد دم در کلیسا به تک تک مردم خوش آمد می گفت. در کنار او کشیش برنزمید شاداب و خندان ایستاده بود. او که در فکر سخنرانی شورانگیزش بود، چشمانش از شدت هیجان می درخشید. خاله هتی که می‌خواست وظیفه خود را انجام بدهد، پیتر را به سمت جلو هدایت کرد و گفت: کشیش برنزمید، کشیش لئونارد، این پیتر کریگ کارگر ماست. او تصمیم گرفته به جمع ما بپیوندد. کشیش لئونارد که به نظر می رسید به شلوار وصل پینه و جوراب‌های سوراخ اهمیت نمی‌دهد، صمیمانه با پیتر دست داد و گفت: خوش آمدی پسرم، به جمع ما خوش آمدی. پیتر که نمی‌توانست باور کند کشیش چنین برخورد صمیمانه‌ای با او داشته باشد، نتوانست حرفی بزند و سرش را ناشیانه تکان داد. وقتی حرکت جمعیت باعث حرکت آنها به داخل سالن کلیسا شد، پیتر به فضای سفید کلیسا نگاهی انداخت. بالاخره هتی به او سیخونکی زد تا به طرف نیمکت خانواده کینگ برود. فلیسیتی، فیلیکس و سیسیلی و پدر و مادرشان سر جای خودشان نشسته بودند. با وجود جلال و ابهت موسیقی ارگ که تلاش داشت مردم را در حال و هوای مذهبی قرار بدهد و آرام کند، فیلیکس و سیسیلی به سختی سر جای خود نشسته بودند. فیلیکس با دیدن پیتر بینیش را بالا کشید. فلیسیتی آشکارا ناراحتی و حیرت خود را نشان داد. او نه تنها مجبور بود با یک کارگر ساده بر روی یک نیمکت بنشیند، بلکه مجبور بود دختر عمه‌اش را که به نظر می رسید عقل خود را از دست داده است و با لباس کار به کلیسا آمده بود، در کنار خود تحمل کند. هتی با چهره جدی و خشن بچه ها را به طرف نیمکت برد و خودش در گوشه انتهایی آن نشست.
گویی می ترسید پیتر یا سارا فرار کنند و بیش از پیش او را شرمنده سازند. وقتی همه آرام بر روی نیمکت جابجا شدند و نشستند، دایی الک به پیتر نزدیک شد و آهسته پرسید: پیتر، با خودت پول آورده ای تا در ظرف جمع‌آوری پول بیاندازی؟ مسئله شلوار وصل پینه آنقدر پیتر را مشغول کرده بود که او به مسائل دیگر توجهی نکرده بود. او چه متودیست میشد و چه پروتستان یا یک درویش به پول نیاز داشت. وحشت زده و ناراحت اعتراف کرد: نه آقا، فراموش کردم. گوشهایش به تدریج سرخ شد. در حقیقت پیتر بیشتر درآمدش را برای مادرش میفرستاد و بنابراین چیزی برای خودش باقی نمیماند تا آن را صرف امور خیریه کند. الک به پیتر چشمک زد. سکه‌ای در دست او گذاشت و گفت: بیا این را داشته باش. نباید کسی را که برای اولین بار در مراسم دعا و نیایش شرکت کند به خاطر پول وحشت زده کرد و او را از عالم پروتستان بیرون راند. فیلیکس که متوجه موضوع شد پوزخندی زد و گفت: یعنی این پسر هیچ چیز نمی‌داند؟ فیلیکس یاد گرفته بود که برای پرداخت پول خیریه در کلیسا از پول توی جیبی خودش خرج کند. به این ترتیب نمی‌توانست تحمل کند که پیتر این پول را به راحتی به دست بیاورد، بی اینکه برای آن تلاش کرده باشد. پدرش سریع و با جدیت به او هشدار داد: ساکت باش. پیش از اینکه فیلیکس بتواند برای پیتر شکلک در بیاورد، همهمه و سر و صدایی که در انتهای کلیسا بلند شده بود حواس آنها را پرت کرد. در حالی که کشیش برنزمید با آخرین فردی که وارد کلیسا شده بود صحبت می کرد و کشیش لئونارد هم قصد بستن درها را داشت، فردی با ظاهر عجیب با سرعت وارد کلیسا شد. افراد حاضر در کلیسا نگاهی به این فرد تازه وارد انداختند و شگفت زده شدند. پگ بوئن. پگ توصیه کشیش برنزمید را پذیرفته بود و تصمیم گرفته بود یک بار دیگر جامعه متداول و سنتی را بیازماید و آن را بررسی کند. او به خاطر احترام به مراسم کلیسا این بار یک دامن پوشیده بود و کلاه مردانش را بر سر نگذاشته بود. در عوض کلاهی که مزین به گلهای وحشی باغچه کلیسا بود بر سر داشت. جمعیت حاضر در کلیسا مثل گروهی از زنبورهای خشمگین سر و صدا می کردند، اما کشیش برنزمید توجهی به خشم و برآشفتگی مردم نکرد. او از دیدن پگ خرسند و شاد شد. گویی رئیس قبیله آدمخوارها از تخت پادشاهی خود پایین آمده بود تا به مراسم وعظ و دعا گوش بسپارد. کشیش با شور و حرارت گفت: خانم بوئن، شما آمدید؟ سپس بلافاصله برای عرض خوش آمد دستش را دراز کرد. پگ با کشیش دست داد و به داخل کلیسا قدم گذاشت. چشمان سیاه و خشن او همه جا را برانداز کرد. او گفت: سالها پیش من قسم خوردم که هرگز پایم را به این مکان نگذارم، اما شما مرا به فکر واداشتید. شاید من چیزی را از دست داده باشم. با شنیدن این حرف کشیش برنزمید به خود بالید. گویی از دست پادشاهی مدال دریافت کرده بود. او زیر آفتاب گرم و سوزان سالهای زیادی از عمر خود را صرف کوشش در راه اشاعه و تبلیغ دین کرده بود و حالا می توانست قدری به توان خودش در متقاعد کردن دیگران ببالد و به آن افتخار کند. او که نمی توانست نقش بازی کند دست پگ را گرفت و او را به راهروی وسط نیمکت ها هدایت کرد. بعد گفت: اگر شما 100 تا گوسفند داشته باشید و یکی را گم کنید، آن 99 تا را به حال خود رها می کنید و تا زمانی که آن یکی را پیدا نکنید بر نمی گردید. اینطور نیست؟ کشیش می خواست با این حرف نیت خیرش را نشان بدهد، اما پگ با شنیدن این نقل قول پرمایه از انجیل ابروهایش را بالا انداخت. پگ تصور می‌کرد با حضور در کلیسا به کشیش برنزمید لطف کرده است و اصلاً خودش را مدیون کشیش نمی‌دانست. به علاوه از اینکه او را گوسفند گم شده خطاب کرده بودند، به شدت ناراحت و آزرده خاطر شد. اگر کشیش برای اجرای مراسم دعا و نیایش به آدم‌های زنده نیاز داشت، پگ تعداد زیادی از افراد را بر روی نیمکت‌های کلیسا می‌دید.
کشیش که متوجه چهره ناراحت و آزرده خاطر پگ نشده بود و همچنان به خود میبالید، دوباره به او خوش آمد گفت و او را به حال خود گذاشت تا برای خودش جایی پیدا کند. پگ هنوز یک قدم بر نداشته بود که موج جمعیت خشمگین از جا بلند شد. پگ به نیمکت پری نگاه کرد و در همین حال هیاهوی مردم از همه طرف شنیده شد. هیچ کس خواهان نشستن یک گوسفند گم شده بر روی نیمکت شخصی خود نبود. خانم بیگینز سریع برای خانواده‌اش نجوا کرد روی نیمکت پخش شوید تا او اینجا ننشیند. بلافاصله همه کتهای خود را در اطرافشان پهن کردند و با فاصله زیاد نشستند، طوری که روی نیمکت خانواده بیگینز جای سوزن انداختن هم نبود. خانم تاربوش با صدای بلندی که حتی برای خود متهم هم قابل شنیدن بود گفت: من از همین جا هم میتوانم بوی او را استشمام کنم. و خانم اسلون که بیش از همه به خود میبالید اصلاً تلاش نکرد صدایش را پایین بیاورد و با صدای بلند داد زد: آن جانور را نگاه کنید. اگر او اینجا بنشیند من میروم بیرون. پگ این حرف را دیگر نتوانست تحمل کند. در حقیقت از سالها پیش همین رفتارها در کلیسا و در میان مردم مذهبی آوانلی او را از کلیسا و جامعه دور نگه داشته بود. برای پگ دورویی قابل تحمل نبود و او می توانست با زبان تند و تیز خود از پس هر کسی بر بیاید. رو به خانم اسلون کرد و گفت: نگران نباش. همانقدر که شما دوست ندارید کنار دست من بنشینید، من هم دوست ندارم کنار شما بنشینم. چشمان خانم اسلون گرد شد و با عصبانیت سرش را برگرداند. حالا دیگر پگ درست وسط کلیسا ایستاده بود. او شال بافتنیش را کنار زد و بسیاری از مردم جزیره را از زیر نظر گذراند. در این هنگام همه آرام و بی حرکت سر جایشان نشسته بودند. همه به جز همان شخص تازه وارد. شاید تنها کسی که می توانست شرایط پگ را درک کند. در حالی که همه میخکوب و بی حرکت سر جاهایشان نشسته بودند، پیتر با شجاعت و جسارت گفت: خانم بوئن، شما می توانید اینجا بنشینید. شاید پیتر نمیخواست تنها شخص بی تجربه تازه وارد و عضو جدید کلیسا باشد. در این هنگام هتی آشفته و عصبانی آه بلندی کشید. چیزی نمانده بود فیلیسیتی غش کند که پگ شگفت زده چرخید و گفت: عجب پیتر، انتظار نداشتم تو را با این جماعت دورو ببینم. پیش از اینکه پیتر بتواند حیرت و تعجب خودش را نشان بدهد، پگ ادامه داد: حیف است که با این مردم باشی. مثلا استفان گرانت را در نظر بگیر. برگشت و به یک مرد چاق و خوش لباس اشاره کرد. او را نگاه کنید. چقدر مهربان و معصوم به نظر می رسد. او خانه‌اش را آتش زد و بیمه را خبر کرد. بعد هم مرا مقصر اعلام کرد. خانم اسلون با کلافگی گفت: چه حرف‌هایی می‌زند؟ در همین حال استفان گرانت سرخ شد. گویی خود او آتش گرفته بود. سپس پگ ادامه داد: فانی تاربوش هم می‌تواند خیلی ادعا داشته باشد و به خودش ببالد. اما تنها مسئله‌ای که در ذهن او می‌گذرد به دام انداختن یک مرد ثروتمند برای ازدواج است. خانم تاربوش که به سختی می‌توانست جلوی خودش را بگیرد، چیزی نمانده بود غش کند و پشت ردیف نیمکت‌ها بیفتد. او گفت: چه بی‌شرمی! تا به حال چنین چیزی شنیده بودید؟ پگ با این چند جمله ثابت کرد که همانطور که میشنود میتواند جواب هم بدهد. گویی برای این کار خیلی تمرین کرده بود. از آنجا که پگ همیشه حرف دلش را میزد، دیگران او را جادوگر مینامیدند. به قسمت جلوی کلیسا رفت و رو به همه حاضران کرد و گفت: جالب است. میبینم در این مدت چیزی را از دست ندادم. همان آدم‌های دوروی سابق فقط کمی پیرتر شده اند. همین. به پیتر لبخندی زد. درست در همان لحظه متوجه نگاه خشن هتی شد. او هم همانطور به هتی خیره شد و با بدجنسی و با لحنی خاص گفت: من میتوانم چند حکایت هم از هتی کینگ تعریف کنم. هتی از جایش پرید و رنگ چهرش مثل ملافه سفید شد. تا به حال کسی با چنین جسارت و بی‌ادبی با او صحبت نکرده بود.
از آنجا که ظاهراً دیگران قدرت نداشتند هیچ عکس‌العملی از خودشان نشان بدهند، او تصمیم گرفت که خودش کنترل اوضاع را در دست بگیرد. رو به پگ کرد و گفت: چون تو برای قداست و حرمت کلیسا احترام قائل نیستی، من از تو می‌خواهم همین حالا با آن زبان تند و تیزت از اینجا بیرون بروی. پگ به سختی خود را نگه داشت و محکم پا بر زمین کوبید. سپس گفت: هتی کینگ، تو باید حسن نیت و نیکوکاری آیین مسیحی را به معنای واقعی یاد بگیری. دهان هتی باز شد، اما نتوانست چیزی به زبان بیاورد. او مثل موش آب کشیده همانجا ایستاد. در کنار او اولیویا و الک هم سرخ شده بودند، چون که تا به حال کسی اینطوری در جمع در برابر خواهرشان نایستاده بود. پگ نزدیک شد. معلوم نبود چه زمانی بتواند دوباره چنین فرصتی به دست بیاورد و هتی کینگ را سر جایش بنشاند. دلش می‌خواست از این موقعیت حداکثر استفاده را بکند. ادامه داد: تو باید از خانم اولیویا بخواهی به تو یاد بدهد، یا از برادرت الک. هتی، تنها فرق میان تو و من در این است که آنچه که تو در پشت درهای بسته به زبان می آوری، من در جمع به زبان می آورم. پیتر که تا به حال خیلی از حرفهای هتی را پشت سر دیگران شنیده بود، نتوانست جلوی خودش را بگیرد و قهقهه خندش بلند شد. ناگهان همه نگاه‌ها متوجه او شد و همه با وحشت و نگرانی به او چشم دوختند. انگار که او دیوانه و مجنون شده باشد. پیتر که به خاطر مسئله لباس و اولین برخوردش در کلیسا خیلی نگران بود و برای خیریه هم پولی همراه نداشت، آنقدر عصبی شده بود که وقتی خنده‌اش گرفت نتوانست جلوی خودش را بگیرد. با اینکه بلافاصله دستش را محکم روی دهانش گذاشت، نتوانست خنده‌اش را متوقف کند. خیلی سعی کرد جلوی خودش را بگیرد، اما صدای شلیک خنده‌اش در فضای جدی کلیسای پروتستان پیچید. پگ لبخندی زد و گفت: جوان، حق داری، هر کسی بود میخندید. با این حرف پگ شال را دور گردنش انداخت. او که اعتبار و غرور جامعه کلیسا را پشت سر خودش خراب کرده بود، به طرف در رفت. کشیش برنزمیت که دریافت گوسفند او به یک ببر وحشی مبدل شده است و میخواهد از کلیسا بیرون برود، سعی کرد با لحن ملتمسانش جلوی او را بگیرد. خانم بوئن، فریاد او بر پگ تأثیری نداشت. پگ که به قدر کافی به سخنان مبلغان گوش کرده بود، سعی داشت با سرعت از نظرها ناپدید شود. در داخل کلیسا شلیک خنده پیتر به خنده آهسته و بی صدایی مبدل شده بود. فیلیسیتی با ناراحتی و وحشت در صندلی خود فرو رفت. سارا با پایش محکم به پیتر زد: پیتر، بس کن، تو داری وضع را بدتر می کنی. کشیش لئونارد که تحت تأثیر این نمایش بی سابقه قدرت خود را از دست داده بود، به خودش آمد. او مسئول این کلیسا بود و میبایست نظم و ترتیب را در محیط برقرار میکرد. او نگاهی سرزنش‌آمیز به کشیش برنزمید انداخت و با عجله به طرف راهروی میان ردیف نیمکت‌ها شتافت. آرام، لطفاً آرام باشید. آقای بایتون، ممکن است برای ما ارگ بزنید؟ نوازنده ارگ که تا به حال در آن کلیسای کوچک چنین شور و هیجانی ندیده بود، با تمام توان نواختن سرود افتتاحیه را آغاز کرد و دو کشیش هم با سرعت مراسم نیایش و دعا را آغاز کردند. کشیش لئونارد سعی کرد همه حاضران را با دعای خاص و تکان دهنده‌ای مشغول سازد و کشیش برنزمید در مورد سنت چند همسری در میان مردم بومی سخن گفت. اما در حقیقت دو کشیش موفق نشدند توجه کامل جمعیت را به سوی خود معطوف کنند. هتی مثل عصا خشک و شق و رق نشسته بود و فیلیسیتی آنقدر از رفتار پیتر شرمنده بود که حتی یک بار سرش را بلند نکرد. پیتر مراسم دعا و نیایش را با دلهره و وحشتی گذراند. او می‌دانست که کارفرمایش عصبانی و آشفته است و فیلیسیتی تا آخر عمر با او صحبت نخواهد کرد. خانم اسلون در طول موعظه و خطابه کتاب دعایش را با صدایی گرفته خواند. زمانی که موسیقی ارگ به پایان رسید، او از جایش برخاست و به همراه خانم تاربوش از در بیرون رفت.
خانم اسلون در حالی که از پله‌های کلیسا پایین می‌رفت، بریده بریده گفت: خب من هیچ وقت در تمام عمرم او در تمام طول زندگیش تا به این حد شوکه نشده بود. خانم تاربوش به علامت موافقت گفت: از دست این زن. استفان گرانت به سرعت خانواده‌اش را به طرف کالسکه‌شان برد تا شاید مانع کنجکاوی و پرسش مردم در مورد آتش سوزی خانه‌اش بشود.